همه مهمتر که شما در قد و قواره برخورد با سنگر اصلی و گلدان شجره مقاومت یعنی ایران نیستید. شما در مرزهای خودتون در سرزمین‌های اشغالی پاسخگو از این بعد خواهید بود. این نیست که فکر بکنید نبرد ما در تهران است. نه خیر. زمین کارزار ما تلاوی است. تهران نه. این رو بارها عرض کردم که انه این سنت الهی است. هر کاری اینها با جمهوری اسلامی ایران کردن بلا استثناء سر خودشون اومد. هم در فرانسه، هم رژیم صهیونیستی، هم امریکا. ما نمیتونیم تحمل بکنیم کسی بر روی زمین ادعای خدایی کند، کسی بر روی زمین انسانها رو از نظر نژادی دسته‌بندی کند. ما موحدیم، ما شیطان جنی و انسی رو تحمل نخواهیم کرد. ما وظیفه شرعی خودمون، عقلی خودمون و فطری خودمون میدانیم که با ابلیس و نمایندگانش بر روی زمین برخورد کنیم و جهاد کنیم و کوتاه نخواهیم آمد.